سلام عرض میکنم خدمت عزیزان، هنرمندان، دوستان، همزبانان، همکیشان. سالها از افغانستان شنیدم، سالها دیدم و برای من بسیار اتفاق بزرگی بود که در سالروز تولد 51 سالگیم در کابل باشم و در خاک افغانستان این سال جدید رو شروع کنم کنار شما عزیزان. تصویری که من از افغانستان داشتم سالها جنگ بود، سالها سختی بود، سالها فشار بود، سالها ناامیدی بود، سالها تلخی بود. و زمانی که وارد کابل شدم، زمانی که با عزیزانی از نهادهای مختلف فرهنگی، تلویزیون ملی، افغان فیلم و سایر دوستان آشنا شدم، به خودم بالیدم که چه همسایه زیبایی، چه همسایه مهربانی، چه همسایه با فرهنگی و چه همسایه با سابقه سالها کنار ما بوده و چقدر خدا من رو دوست داشت که در این ایام در دومین جشنواره دید نو بتونم در خدمت شما عزیزان باشم. بسیار غبطه خوردم بر این همه زیبایی. سعادت این رو داشتم که آثار هنرمندان رو دیدم و لذت بردم. خسته نباشید میگم خدمت تک تک شما عزیزان که با تک تک لحظه هایی که چه بازی کردید به عنوان بازیگر، چه ساختید به عنوان کارگردان و چه نوشتید به عنوان نویسنده، چه تصویر برداشتید به عنوان فیلم بردار، سرشار از سوژه، سرشار از امید، سرشار از انرژی، همدلی و امید به آینده. امید به آینده افغانستانی که آیت و شاعر عزیز به زیبایی تمام شعر رو خواندن که مو بر تن ما راست کرد و اشک بر چشمانمان مهمان ساخت. به هنرمند بازیگری که آثار خوبی ازشون دیدم، تصاویر آشنایی رو اینجا می‌بینم، هنرمندانی که در آثار خوش درخشیدن و من انشاءالله خدا بیش از این دوستم داشته باشه در کار مشترک کنار این همه هنرمند عزیز و استاد درجه یک و با فرهنگ باشم که اینقدر بسیط، اینقدر بزرگ، اینقدر زیبا به جهان نگاه میکنید و اینقدر کشورتون رو دوست دارید. و من الان که اینجا هستم احساس قلبی خودم رو بعد از 3 روز زیستن در کنار شما بیان میکنم. روزی رو خواهم دید که سالونی برای اختتامیه جشنواره مهیا بشه که بیش از 1000 تماشاگر به دیدن آثار شما بیان و افغانستانی رو در فریم تصاویر خودتون ثبت بکنید که دنیا فارغ از هر نوع نگاه و اعتقادی به شما احسنت بگه، شما رو تشویق بکنه و ناباورانه این مسیر رو به پیشرفت رو نظاره بکنه و از شما الگو برداره. خیلی خوشحالم که در این چند روز کنار شما زیستم. مشترکات فرهنگی، زبانی، دینی بسیاری داریم. شاید دوران کرونا در بعضی از کشورها خیلی تلخی به بار آورد، اما یک چیز رو به ما یاد داد که رسانه یک معلم است و معلمی شغل انبیاست و سینما، تلویزیون و آثار هنری بخشی از این تعلیمه و تمامی شما که در این آثار حضور دارید، از نویسنده تا کارگردان تا بازیگر و تمام بخش‌های دیگه، همه معلمید. پس پیش درگاه خدا همه پاکید و دوست داشتنید و پیامبر لحظات خودتون هستین در لحظه خلق آثار. و این ببالید که خداوند شما رو خاص آفرید تا بتونید فرهنگ سرزمینتون رو به جهان انتشار بدید. آرزو میکنم در جشنواره مهمان باشم که جوایز بین‌المللی نصیب فیلمسازان، کارگردانان، بازیگران و اهالی هنر در همه عرصه‌های هنری اعطا بشه و برترین رتبه‌ها رو در جهان بیارن که لایق هستن و توانمند در این عرصه. دوستتون دارم، سرتون رو درد نمیرم. افتخار بود در این روزها کنار شما بودم.